در دل تاریخ پرفراز و نشیب ایران نامی درخشید که همچون ستاره‌ای در شب تاریک راه رو برای آزادی و استقلال روشن کرد. مردی از تبار تاریخ که با شجاعت و نبوغ خودش به صدای خاموش مردم تبدیل شد و در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد. دکتر محمد مصدق در 29 اردیبهشت سال 1261 در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله آشتیانی از بزرگمردان دوره ناصری بود و مادرش ملک تاج خانم نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار بود. مصدق پس از تحصیلات مقدماتی به تهران اومد و به مستوفیگری خراسان منصوب شد. با وجود سن کمش در کارهاش مسلط بود و دونست توجه و علاقه عموم مردم به خودش جذب کنه. در سال 1287 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و بعدش به سوئیس و در رشته حقوق موفق به گرفتن دکترا شد. مصدق با آغاز جنگ جهانی اول به ایران اومد و با سوابقی که در امور مالیه و مستوفیگری داشت به خدمت دولت مالیه منصوب شد. در این سمت که بود به دلیل اختلاف با وزیر وقت مالیه از معاونت استعفا داد و عازم اروپا شد. پس از کودتای سید ضیا و رضاخان مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و پس از استعفا از فارس عازم تهران شد، ولی به دعوت سران بختیاری به دیار اونها رفت. دکتر مصدق در دوره 5 و 6 مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان با رضاخان سردار وقت که به پادشاهی رسیده بود به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز سلطنت رضاشاه، دکتر مصدق خونه‌نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه به زندان افتاد. ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک شخصی خودش مجبور به سکوت شد. در سال 1320 پس از اشغال ایران به وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضاشاه از سلطنت برکنار شد و مصدق به تهران اومد و در انتخابات دوره 14 در مقام وکیل اول تهران نماینده مجلس تهران شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران طرح قانونی رو به تصویب رسوند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد. در سال 1328 مصدق اقدام به پایه‌گذاری جبهه ملی ایران کرد. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور 1320 افزایش مبارزات مردم به ویژه توجهشون به وضع قرارداد نفت شده بود. مصدق در نوبت دوم انتخابات به مجلس راه یافت و طرح ملی شدن صنعت نفت را در مجلس تصویب کرد. پس از استعفای حسین اعلی مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خودشو اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. در دادگاه با توضیحاتی در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدیدش شکایت بریتانیا را به رسمیت نشناخت و در احقاق حق ملت ایران به پیروزی رسید. در کودتای 25 مرداد سال 1332 که با تحریضی آمریکا و بریتانیا توسط ارتش شاهنشاهی و با حمایت روحانیون انجام شد، دولت مصدق برکنار شد و شاه فرمان عزل دکتر مصدق را صادر کرد و رئیس گارد سلطنتی رو موظف کرد تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان رو بهش ابلاغ کنند. در روز 28 مرداد سال 1332 دولت دکتر مصدق سقوط کرد. مصدق پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. پس از گذراندن مدت زندان به ملک خودش در احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمرش تحت نظارت بود. سرانجام در 14 اسفند سال 1345 مصدق به دلیل بیماری سرطان در سن 84 سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود تا اونو کنار شهدای 30 تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه روبرو شد و در یکی از اتاقهای خونش در قلعه احمدآباد به خاک سپرده شد.
مصدق یکی از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر بود. او نه تنها در ایران بلکه در کشورهای جهان سوم هم به عنوان کسی که شجاعانه و با سرسختی تحسین برانگیز مقابل استعمار بریتانیایی ایستاده بود نام میبرند. ممنون که تا انتها با من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اونو لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید.